من 2 بار ازدواج کردم و جدا شدم. 3 تا هم بچه دارم. شوهرای من آدمای خوبی نبودن. اول از همه راسته اینو بگم که من اونقدر خوشگلم که توی فامیل معروفم. الان مشکل من این هست که نمیتونم ببینم یکی خوشبخت باشه. توانایی دیدن خوشی و خوشبختی کسی رو ندارم. وقتی میبینم 2 نفر زن و شوهر با هم خوبن و میگن و میخندن، دلم میخواد برم تو عمق اون زندگی و ببینم آیا واقعا با هم خوشبختن یا نه. مثلا من و دختر خالم توی 1 روز ازدواج کردیم، ولی وقتی من جدا شدم اون با شوهرش رفته بودن ترکیه. میخواستم مطمئن شم خوشبختند یا نه. رفت و آمدم و باهاشون زیاد کردم. کم کم شروع کردم به چشمک زدن به شوهرش و بعد پیام دادن. بعدشم عکسای ناجور از خودم براش فرستادم و آوردمش خونمون. اونجا ازش پرسیدم آیا با زنت خوشبختی یا نه. کلی باهاش حرف زدم. آخه میدونید مردها توی تخت دروغ نمیگن. فهمیدم دختر خالم خیلی اذیتش میکنه و برای خودنمایی توی جمع جوری وانمود میکنه که خیلی خوشبختن. اون موقع حس خیلی خوبی پیدا کردم و دیگه باهاش ارتباطمو تموم کردم. بعد از یه مدت یکی از آشناهای دورمون ازدواج کرده بود و شروع کردم بهشون نزدیک شدن. شوهرشو آوردم خونمون. وقتی میگفت با زنم خوشبخت نیستم، برای من انگار آب روی آتش بود. دلم خنک میشد. تعداد کسایی که من باهاشون بودم اصلاً یادم نیست. فقط قصدم این بود که بفهمم خوشبختن یا نه. قصد بدی نداشتم. اگر خوشبخت نبودن اون ارتباطو سریع تموم میکردم. اگه میدیدم اون آقایی که الان با منه میگفت زندگی خوبی دارم و با زنم خوشبختم، اونقدر باهاش میموندم و از بدیهای زنش میگفتم تا ارتباطشون خراب شه. اگه میدیدم یه مردی بهم پا نمیده و نمیاد باهام، میرفتم و به زنش نزدیک میشدم و اونطوری زندگیشونو از هم میپاشوندم و کاری میکردم که از هم سرد شن. خلاصه چند سالی همینطوری گذشت. وقتی با مرد متأهل ارتباط پیدا میکنی مطمئنی که آبروت نمیره. اونم هیچ جایی نمیتونه بگه که با فلانی در ارتباط بودم، چون زندگی خودش از هم میپاشه. الان 10 سالی میگذره و من با نصف از مردای فامیل بودم، چون خیلی خوشگل و خوش‌اندامم کم پیش میاد نه بشنوم. خرج زندگی ما هم همینطوری در میارم. اونا تا جایی که بتونن منو ساپورت میکنن. خیلی برام خواستگار میاد. مامانم میگه دوباره ازدواج کن، ولی من قبول نمیکنم. از اینکه مبادا دوباره ضربه بخورم خیلی نگرانم. الان نزدیک به 1 ساله که داداشم ازدواج کرده. حس میکنم واقعا با همسرش خیلی خوشبختن. یه چیزی مثل خوره افتاده به جونم که باید مطمئن شم ببینم واقعا زندگیشون خوبه یا نه. با خودم میگم متاسفانه این یکی داداشمه. نمیتونم با داداشم باشم. بالاخره محرمی گفتن و نامحرمی گفتن. اینم گناه داداشمه. سعی کردم با زنش صمیمی شم که دیدم خیلی بهم رو نمیده، چون من خیلی خوشگلم حسادت میکنه. حتی رفتم بهش گفتم من به خانوم‌ها گرایش دارم، بیا یه شب پیش من باش، که از خونه بیرونم کرد. هر کاری میکنم نمیتونم وارد زندگیشون شم. من الان باید تصمیم نهایی رو بگیرم. حالم اصلا خوب نیست. ناراحتیمو سر بچه‌هام خالی میکنم. گناه دارن. به نظر شما چی کار کنم؟ میدونم گناه این یکی، ولی دیگه طاقت ندارم. میخوام چند تا عکس ناجور از خودم برای داداشم بفرستم یا دعوتش کنم خونمونو باهاش. نمیدونم چی کار کنم. دوست ندارم گناه کنم. به نظر شما راهی هست؟ فقط لطفاً خواهش میکنم منو قضاوت نکنید. شاید اگر یکی دیگه جای من بود بدتر میکرد. من
زندگی هیچ کس رو تا حالا خراب نکردم. دوستای عزیزم، این مشکل یکی از شما بود که برای من تعریف کردن و دنبال یه راه حل برای این مشکل هستن. دوستمون رو راهنمایی کنید. مرسی که تا آخر همراه ما بودید. راستی اگه میخواین بدونین نتیجه این ماجرا چی میشه، حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید.